به اعلان چسباندم. جدا چسبون خونه فروختن در کل چه پروژه؟ در ارگه تیجی هر روز در این سامانه صدها خانه خرید و فروش و اجاره می شوند. ارگه تیجی سامانه‌ای که دست به کار است. لبه سردار آنها را تعقیب کرده ایستاده ایم. بله سردار فهمیدم. گاز را زیر کن. تایر جون خیلی که مسئولیت کرده بودیم همون خیلتون باز اشکر نشوی. سلین جون سرودم نمیشود گفته بودی اما اومدنی آدمون رو بین. برادر ساخته هم باشد نکاح است و البته آدمان میآیند. سلین جون این بسیار کاری توکلی بوده است. اگر میدونستم پولش رو زیادتر میگفتم. چه خیل پول؟ تو با این پول دادی؟ کاری ثواب گفته این رو یافتم سمی جون. چند پول دادی؟ 10,000. با خودو؟ بله. اما حاضر نیمش. بعد از نکاح باقی موندهش. مایلش تایر جون اول تو این کارو به یگان مشکل حل بکن. پول در دستی من تیار. مایلش فهمو. هر چی زودتر نکاح رو بکن. داماد و عروس کنی بیویند هر چی زودتر اون نکاح رو میگذرونیم. همه چیز تیار است؟ تیار است تیار. همش در اینجاست. فرزندانم اینها کجا شدند؟ ها؟ به شما میگم عروس و داماد کجا شدند؟ بابا جون زورو به نزدیک داماد و زیو رفت. کمتر پس هر دویشون میآیند در رو هستند. ناکامی را بین. به فکرم گم کردند ها. بالا همه کلاش چی کار میکنید؟ به خفا گردانید. زودتر باشید. از خفا هم هستند. چی کار میکنید؟ بگریزیم. به کجا میگریزید؟ بیا فرا. دومولو ایست نگریز. ایستا میپرانم. ایستا میگویم. دوید دومولو این آدم ما دست با چه میخواد؟ ندانم. اینها ما رو کشتن میخواد. میدانم زود بیدم. اینقدر پرگردی. شما برو پرگرد گفتید؟ من خودم رو گفتم. گفتید من رو گفتید؟ این مایلش بخشش از برای خدا بیدم. میلیس میدونی من باید با تو بیام که آقای کنعان خوش آمدید. خانم میلیس چکل شما احوالتان خوب است؟ تشکر شما خوبید. اینقدر زیبا شدید. رحمتی کباب. نمیارزد خانم. چی این خیل نگاه داری چرچشمه ها؟ چی نگاه داری؟ ای آدمی با چشم من طبیعتا نمیخیله. یک طرف نگاه میکنم آدم ها فکر میگه که من او را نگاه دارم. رنگ رود بیزارم. این مرا کی گفت که قطع شما بر همین درون بدرم؟ گویا که من هم در تو زار هستم. من هم به تو زار هستم. آن نمی در آمدی در بیرون انتظار میشدی. خوب استی جانکم؟ جانپا نگو تو در اینجا چی میکوبی؟ اما من تو رو بسیار دوست میدارم جانکم و این تا ابد در دل من میماند. قسم میخورم با این کرسی سرت رو میکپونم. دفشت زورآوری لازم نیست جانکم. خانم میلیس خانم سلین را ندیدی؟ مرا نپرسید. یعنی چی دانم به زهره کمک کرده ایستاده است به فکرم. او هم به نزدیکی بسیار عروسی زیبا می شود انشالله. آدمی بعد عروس می شود نمی شود کاری تو چیه؟ میلیس تو گفتی که سلیم با زهرا یاردم کرده ایستاده است نه؟ نه دامولازیا و نه زهرا در اینجا. در حقیقت اینها کجا شدن؟
خانم زهرا زود دویده لطفا. برای شما گفتن نشون سال البته باری بوسی عروسی چی خیلی دویدن ممکن است. از برای خدا با من جنگ نکنید زود دویده. چی خیلی جنجال کردنه؟ دائما شما جنجال رو سر میکنید. یک مرتبه آرومانه گپ زنه نمیشه. من؟ بله شما کی میشید باز؟ خانم زهرا در حیاتم مانند شما انسان یک را پرگپ رو ندیدم. با خداه. درباره خودتون گپ زده ایستادید. خانم زهرا زود باشه دوید آخر. آفرین بر شما. در حقیقت معلش کمی زودتر باشه داخل. شما چی خیلی دلبن هستید که مرا در بدی جنگل پرتافته میروید ها؟ خانم زهرا راه گردید از برای خدا آن آدمان ما را میکشند داخل. نمیتونم تمالای. خم شوید دوبلا در اینجا چی کار میکنی؟ خوابم آمد یک درس کشم آخر آنها ما را میکشند. من خم شده نمیتوانم اینجا بسیار چرکین. خانم زهرا تازگی را با یک طرف گذارید آنها حاضر ما را میکشند. با کی زنگ میزنی؟ به یزلم زنگ میزنم. همینش نمیرسید. چی جواب نمیده؟ تلفنش خاموش است. من فراموش کردم که او بیرون از شهر است. اکنون با کی زنگ میزنی؟ به سیلی زنگ میزنم. دوملوزیو با پلیس زنگ زند یگان مدد تلفن کند. تلفن وای هم خاموش است. سرده تلفنم تمام میشود. سیلی تیستر بردار تلفنم رو. زهرا در کجای از خواطری دیلم میکفد. همه منتظر شمایند. سیلی زرده تلفنم کم است. ما رو گوش کن. عزیزم این چه خیلی مسئولیت است ها؟ تو در کجایی؟ سیلی جان یک گوش کن همش رو میفهمونم. زهرا 2 ساعت شد که بابایت رو با گپ گرفته ایستادم. سیلی من هم همین را گفته ایستادم. زهرا در کجای کلی به من بگو. آدمانی سلاحدار ما را تعقیب دارند. چی؟ بله از قوای ما هستند. ما را کشتن میخواهند. ایست یک دقیقه. کی از خفای شما است؟ شما در کجایید؟ در راه شله در راه جنگل گریختیم. در همینجا نشستیم. سلین خوش میکنم با ما کمک کن. الو زهرا؟ الو زهرا؟ تمام شد. از پس من بیایید. حالا شکر فهمو. خدایا اکنون من چیکار کنم؟ ای چارچشما در پیش من نیست. رفت نابود شو از اینجا. مرا گوش کن کلانی دیوانه. یک چشمم از قفای تو دیگر چشمم از قفای سیلین. برام احتیاط کن که گنده وز بینه میخالتم. این چی خیل گپا؟ ای چارچشما تو با این گپا چی گفتن میخوای؟ من پاپوگای نیستم. اکا او رو زنم. این آدم پلیس از دیوانه ای تو. اینم گپ میزده کو؟ یک گپ میزند. آها سیلین جان پیش من میدود بیا. چی خیل با پیش تو دواده؟ چی خیل با پیش تو میدواده؟ برو. زهرا با دوملوزیو در خطر هستم. در خطر؟ از قفایشون آدمای سلاحدار آنها رو پیگیری کرده ایستادند. چی؟ بیاید مونده بگذار دوملوزیو تومای گرگان شود آخر. اگر آقای اکرم شنود دیلش میکفد. تمام شما آرام شوید خانم سیلین. من با حادثه سر و کار میگیرم. شما پروا نکنید سیلین جان. فقط جای حادثه رو گپ زنید لبن همش رو حل میکند. شب و روز در کجا؟ بله آنها در کجا هستند؟ زهرا در روی شیلی هستیم گفته به جنگل در اومدند. آنها رو هر چیز زودتر یافتنم لازم است. هیچ خواطر نشوید خانم سیلین. در حال میرویم. من هم میروم. یک لحظه خانم سیلین جان برای شما بسیار خطرناک بودنش ممکن است. نمیخوام به شما ضرر رسد. با تو چی شد از چارچشما؟ تو خودت کیستی که اینقدر گپ میزنی؟ من پلیس هستم. کارو برای 100% حل میکنم. تمام. لطفا خاموش میشوید. من هم میروم. رفتیم. با پیش در روید. زود باشه. سیلین پشکای باشه. من کار میکنم. گرمش بسیار زورد. چی گپ باشه؟ مرحمت خانم سیلین رو بیست یک دقیقه بیست. سیلین بیست. به مردم کجا نشستین؟ زهرا با دوملوزیو در خطر است. با سری آنها رفته ایستاده. چی گپ شده است؟ بخیر است؟ شخصانی نامعلوم با سلاح آنها رو پیگیری کرده ایستاده. چی شدیم؟ بیا رفتیم. که ماشین بنزین نداره بشین. تو کجا میری؟ برای گیمشه. خیلی دروی. یا خدای توبه. در اینجا نکاح موندگی به کجا رفتن اینها؟ روح گرد ایستا من میگیرم. بسیار مانده شدم. این رو داره.
تمام من حاضر خلاص میکنم. چیکار میکنید؟ شما چیکار کردید؟ مگر دیوانه شدید؟ چه رولی باسی عروسیم را میدرونید؟ داد نزنید آنها میشنون. احمق بفهم. نجاتی هدای یاری هد. شما چیکار میکنید؟ خاموش استید آخر گفتم کو. چقدر که آوازارم داد بزنم. چیکار کرده ایستادید؟ خانم زهرا شما چیکار میکنید؟ آدمان ما رو میشنون. از این لباس باید خلاص شوید. اونها رو در اینجا میآویزم و آنها فکر میکنن که ما با طرف دیگر رفتیم و هم شما با راحت میدوید. چرا داد میزنید آخه؟ بلو زنده. این لباس زیبای عروسی ما رو برای آدمان دروندید. شما چقدر انسانی بی‌رحم هستید. ساخته هم باشد من عروس هستم. میفهمید شما باید لباس مرا نمیدارید. خانم زهرا ما در اینجا چیکار زده ایستادیم؟ اون آدمان مانند دیوانه با ما تیر خورده دارن ما رو میکشن. تو باشه لباس عروسی میگویی؟ آخر این آدمان از ما چی میخواهند؟ نمیدونم گفتم چرا نمیفهمین رو؟ یعنی با شما علاقه ندارند؟ من با این آدمان چی علاقه دارم؟ چه میگوید خانم زهرا؟ در همینجا ایستید و هیچ کجا نروید. با کجا میروید؟ نروید آخر. نروید. سیاه دابلازیو اگر مرا دوست دارید برایت زیاه. عجبا دوست میدارید؟ دوست میدارد. عجبا دوست دارید برایت. تمام. دلخم رو کفا دیدی. شما با کجا رفتید؟ کفتکو کردم. چی خیلی کفتکو؟ باز دیدم که در اونجا حیوانهای وحشی هستن یا نیستند. در اینجا حیوانهای وحشی هم هستن؟ البته هست خانم زهرا. در جنگل همه چیز هست. زود باشه. خدا باشد درونید تستر برویم. درونید. ای لباس عروسی هم حف شده. اوف. درونید. رفتیم. بعدش تو رفتن گیر. با اون طرف. رفتیم. با اون طرف. رفتیم. از خاطری دلم میکفد. در کجا باشنده؟ خواطر نشوید خانم سلی، خواطر نشوید. آنها رو میابیم. در همین نزدیکی‌های آنها. باز من آخر جیگری این خیل آدم ها رو میدانم. جیگرشان رو میدانم. خواطر نشوید. من رودهاشون رو میدونم. در کل شب را با دست میکنم. دمت رو گیر. الو سلیم عزیزکم با کجا رفتید شما؟ سمی حیاتی دامولوزیو و زهرا در خطر است. آدمای سیلودور اونها رو پیگیری کرده ایستادند. چی؟ سمی جان آرام باش. ما آخر اونها رو نجات میدیم. با پلیس هم خبر دادیم. مایلش تو وضعیت رو اداره کن. مرا خوب گوش کن. باز آقای اکرم از این کار خبردار نشود. مایلش با کدوم طرف رفته ایستادید؟ روی جنگل شیلی. مایلش تو خواطر نشو. مایلش عزیزم. خانم سلی شما خواطر نشوید. ما آنها را البته میابیم. لوین تمیجه نشد. خوش آمدید. خوش باشه. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت گذارید. مرحمت. تشکر. آنها زنگ نزدند. آنها کجا شدند؟ زنگ نزدی؟ مگر زنگ نزدم. من زنگ زدم وایو در کجا؟ بالون ماشینشون کفیده است. وقتی در راه رفتم بالون ماشینشون کفیده است. از همین سبب کمی دیر میکنند. یا خدا ناکامی را بین. میلش من با مهمانو مشغول میشم. خوش آمدید مراد بای. انشالله که سری زهرا در بالون نیست. حلی جان. چی شد سمی؟ حلی جان با تو یک چیزی مهم رو گفتنم لازم است. چی شد؟ سری زهرا در بالا بوده میتواند. چی؟ از خفای آنها آدمانی سلاحدار بوده است. آنها باشن با طرف جنگل گریختند. تو چی گفته ایستاده سمی؟ اما خوب بود است. خاطر نشو. من حالا باشد به نجات آنها میروم. تو در اینجا همه چیز رو اداره کن. اما که اکرم نفهمد یگان چیز رخ میدهد. خدا نگاه دارد. این چی بلا بود که با سری ما آمد تو با پلیس زنگ زدی؟ سیلین زنگ زده است. خاطر نشو. تو تنها وضعیت اینجا رو اداره کن. مالش تو بازید خیر. چی خیلی؟ یا خدایا. چیکار کنم؟
با کجا میروی سمی؟ اون سومکچه رو از دست اونها نگیریم از اینجا نمیرویم. جواهرات رو با آنها گذاشتن نمیتوانیم. با دستی خالی برگردیم سردارمون ما رو میکشد. اینها در سومکچه جواهرات بودنش رو میدونن، نباشد این خیلی میگریختن. این متاع از لباس عروسی است. اونقدر دور نرفتن. گرم است. به این طرف میرویم. ایستید بچه‌ها، شاید این دام فریب است. گویا با این طرف رفته ما رو فریب کردنیه. راست میگویی. پس با دو قسم جدا میشویم. شما با این طرف، شما باشید با من بیایید. زودتر باشید. رفتید. بعد یک دیگرمون رو چخیل مییابیم. با نزدیکی فیادور محاربه تن به تن دارد. در آنجا وا میخوریم. آی به عقل. اول جواهرات رو پیدا کردن در کار میفهمید جواهرات رو. من بعد شما میفهمونم که در کجا وا میخوریم. رفتید. خدایا اینها از راستی ما رو به جنگل پرتافته رفتن. دیوانه های بی‌عقل. یا خدا، آخر من امام مسجد هستم. در جنگل چی میکنم؟ از راستی گم شدم. انا یافتگیر. من چی خیلی میروم؟ من چی خیلی راه رو میابم؟ این همش از پشت هم دیوانه است. همش از رای آن ساختکاری دیوانه است. زود میده داوید ایستادم آخر. در اینجا هم از پیش من اومده. اصلا یکم فلاکت آمده. از اینجا گریستنم لازم. دامولا ایستید. بسیار مانده شدم. خانم زهرا کمی دیگر بدویم میرسیم. نه دامولا بسیار مانده شدم. باز کمی دیگر بدم. نه دویدن نمیتوانم دیگر. مانده شدم به خدا. دویدن به فایدهتون میشود. کم در دوید خراب و زیبا میشود. شما با من چه گفتم میخواهید مگر من فهمی هم؟ استغفرالله. کمی با ورزش مشغول شوید. قد و قامت زیبایتون با زیباتر میشود. با دید برداری شما من احتیاج ندارم. من خیلی خوبم. معلوم است معلوم. بسیار زیبایید. چی؟ هیچ چیز نه خراب هستید. خرابم من خراب. البته خراب هستید. کمی بدر. حالا هم در اینجا است. بسم الله الرحمن الرحیم. ای برادر، در اصل چرا برای شما پایگیری کرده ایستاده؟ ما با تو کاری نداریم. برای خودت رو. چی خیلی روم؟ مرا با درون جنگل پرتافتید. من چی خیلی راه هم رو رفته روم ها؟ در به ما چی؟ رفتیم بچه ها. اکنون آن داملو رو باید یک لحظه. داملو گفتی؟ او داملو نیست. او یک دیوانه است. آدمی که تو او رو جستجو میکنی. او آنها با اون طرف رفت او رو دزدی کنید. زود. راست میگویی تو؟ برادری مومنی عزیزم، من یک داملا هستم. من دروغ نمیگویم. وای دیوانه اگر گویم که به آن طرف رفت گوش کن. رفت او را دزگیر کنید. در حقتان دعا میکنم. بسیار دعا میکنم. حتی از حاضر آواز میکنم. این باور نکنه. داملا رو پشتیبانی میکند. راست میگویی. این به ما دروغ گفته ایستاده است. چرا با شما دروغ گویم آخر برادر؟ آدم به آن طرف رفت میگویم. وای دیوانه است میگویم. رفت او را دزگیر کنید. به خدا ایمان بودنت را نگاه نمیکنم. میکشمت. رفتیم بچه‌ها. با این طرف. ای خدای بزرگ، من چی گناهی از این کردم؟ این چیز به سری من آمده ها. دامولا چی کار میکنید ها؟ خانم زهرا، از بس که این طرف سبز است شمال آن طرف است. با چقدر دیگر میدویم؟ بسیار دویده نمیتوانیم. این آدمان بسیارند و راه گریز از آنها نیست. کار نباشه چی کار میکنیم؟ حیله میکنیم خانم زهرا، دیگر چاره نداریم. حیله؟ بله حیله. بیا دام میگذاریم. سنه جان بیا ببرو. مرحمت اکا. ماشین زهرا در اینجاست. ماشین گرم است. آنها دور نرفتن، در همین نزدیکی ها.
اینها باشند. معلوم که ماشین های آن ابله‌ها می باشند. در اینجا من کرده با جنگل در آمدم. ای بیامانه خود تنخیل دانای میگیری که همین سلین ایتو نمیفورم. بیایید هر چی زودتر بیرویم. تمام خانم سلین شما هیچ خاطر نشید. من حالا از تلفنم هیچ ویز نیست. با خدا حاضر دو خدچه داست نگم شده استی. باز کار با ما افتاد. راست دیگه میخوام عملیات توقع خودم ببرم چون که پروفسیونالم. میگن گود تشید خصاب حرام میمیره. با می خاطر میخوام که خودم توقع کار کنم. با این طرف میرویم. گوش که برادر طرف بیزه با نشان دادستی. اون طرف ببین منظرها بسیار زیبا است. همه کسا طرف شمال میرویم چون که آنجا خطرناک نیست. شمال چی معلوم که با طرف شمال رفتن ها؟ چی معلوم؟ با طرف جنوب چی معلومه که میریم ها؟ ای تو ابلهی بیعقل هستی ها؟ تو چارچشمه کور هستی. با سوال جواب نمیدهند. با جواب میدهند. پس از کجا معلوم است که به طرف شمال رفتن ها؟ برادر کجایی که درخت بسیار باشد همون طرف شمال است. یک بار کینه تماشا که همش میفهمی کجا جنوبه کجا شمال است. جنوبم لطفاً بحث رو بس کنید و از قفای من بیوید. اوف دیدی خانم سلین طرف نشان داده من میروه. دیگه علاج نداری رفتی. اکا این چورچابا چرا همراه ما اومده؟ آقای اکرم لبای مراسم حالا سر نمی شود؟ سر می شود خانم مبرا، سر می شود. در نام شما دو تا ر است خانم مبرا؟ بله. سر می شود. کنی اینجا بیا مرا گوش کن. اینها کجا شدند؟ بابا جان من گپ زدم. خیر؟ از سببی که دو بالون یک جای کفیده است، یعنی از این سبب دیر کردن. حالا باشد در راه هستند. انا کم داری دیگر مونده است. دو بالون؟ آخر یک بالون بود کو؟ حالا دو تا شد. 3 4 با چشمان من نگر. با چشمانم نگر. تو از من چیز رو پنهان می‌داری ها؟ نه چی رو از شما پنهان میکنم بابا جان؟ نه چی شد چرا ایستادیم؟ با ماشین اکنون دوام دادن نمیتوانیم. با جنگل در اومدنمون لازم است. چی؟ ما در جنگل چیکار میکنیم ها؟ میلیس از سببی که با ماشین با جنگل در اومدن نمیتوانیم با پای پیاده رفتنمون لازم است. چرا ما میرفتیم؟ پلیس ها آنها رو یابن. آخی سمی ما با جنگل در اومده چیکار میکنیم؟ اینقدر با من غرغر میکنی؟ تو چرا از قفای من اومدی؟ برای زهرا خواطر شدم. زهرا دختری عمم است. چرا نایم سمی میفهمی؟ اوف مایلش بیا رفتیم. من با این توفی هایم چه خیلی راه میگردم. نمیتوانم. چی شد؟ پشت اشکن. اوف میلیسه بیا. خوب ترش بیا دستت رو کپم راه تر است. با کدام طرف می رویم؟ با کجا؟ هوا بزیب شده دیلم میبید ها با اون طرف رفتنمون در کار. تمام امکان ندارن این دم رو دیدن نمیتوانند. کنیز شما چیکار کرده ایستادید؟ کت عروسی هم رو دراندید. همش رو دراندید. چیکار کنیم خانم زهرا؟ این لباس عروسی دقت رو جلب میکنن. با این دم میافتن. حالا میبینی خیر مهده شکل چیکار میکنین؟ میگریزیم دیگر شورا نداریم و دعا میکنیم که اونها با این دم افتن. اومدن میگریزیم. گریختیم داملا ازمی؟ کی؟ داملا جان داملا ازمی صدایش به گوشم آمده ایستاده است. شما در اینجا چیکار میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ای تو در اینجا چیکار میکنی؟ در اینجا هم با من رو برا شدی. شما داملا چیکار میکنید اینجا؟ مرا پای برده. ای پیگیری کردنی مرا بگذار. از تو گریخته ایستادم. یا خدایا من شما رو پای بردم. ای مرا راحت گذار. بیزار شدم. یا خدا توبه. دوملا این شخص کی است؟ هم کسبم. چه دوملا من پای دیوانه است. دوملایا میگوید؟ وای دیوانه است. ای دیوانه تو هستی. من دوملا تو دیوانه هستی. دوملایا میگوید کو؟ خانم زهرا داملا باشد در اینجا چی میکوبد؟ داملا در مسجد میشود. او دیوانه است. از تو دور نیست. از اونجا برا. از نزدی دور نیست.
دوملو با اون طرف نروه. کاری تو چی؟ با کجای خواهم نروم؟ و دوم افتید. دیدم خانم زورا، دیدم آدم افتید. راه گرد. دوملو ازمی شما خوب هستید؟ دور شو. این را داره دوملو. نزدیک شو. شما را میبرارم آخه. نمیخواهم. از تو هیچ کس یاردم نخواسته است. نشم از اینجا رو. دوملو اجازه دید به شما یاردم کنم. از آن یکی از تو یاردم پرسم، از خدا میپرسم. آخر میگوید که دوملویم، اما بینه چه رفتار میکنید. مدد از جانب خدا است. ما تنها با این وسیله میشویم آخر از تو وسیله نمیخواهم. رو مرا تنها گذار. تنها بودن میخواهم. فهمیدید؟ تنها بودن میخواهم. دوملو اومده ایستادن، باید که رویم. با این دوملو چی میشه؟ آخر چی کار میکنه دوملو؟ ببینید خودش تنها بودن میخواهد. دور شو. تمام. انا شنیدی؟ دوملو ما اسرار رو بگیر. ای سرده پرتا. خدا نگهبان باشه. روید نمیخواهم. خدا شفا دهد. رحمت تنها بودن میخواهم. مرا تنها گذارید. دیوانه راحت حضور